دستگاهایی هست الان، همین الان هست، من خودم دیدم، راجبش تحقیق کردم، مثل تایم ویور الان هست، از دستگاه کوچیکش هست تا دستگاه خیلی گرون قیمتش. بعد این دستگاه ها رو شما میتونید باهاش سیگنال بفرستین، سیگنال ارسال کنین برای یک بدن مشخص در سیاره زمین، چون هر بدنی یک بهش میگن وایبریشنال سیگنچر، امضای تشعشعاتی داره. شما داره یک امضای تشعشعاتی هستین که خاص شخص شماست، مثل اثر انگشتتونه، اصلا شبیه هیچ کی دیگه نیست. سیگنال های شما مال شماست، فقط منحصر به فرد، در کل سیاره شبیه هم نداره، مثل اثر انگشته. بنابراین این سیستم تایم ویور میاد چیکار میکنه؟ میاد سیگنالی ارسال میکنه برای درمان یه آدمی که اون آدمه در واقع فرکانس‌هاش مورد شناسایی قرار گرفته. خب الان این تکنولوژی الان وجود داره، این موجوده الان، این تکنولوژی واقعیه. این فقط یه چیز خطرناکی هم داره. اگر تکنولوژی هست که میشه باهاش سیگنال مشخصی فرستاد که روی یک فرد یا افراد خاص اثر بکنه و اونها رو سالم کنه، یعنی برعکسش هم هست. پس الان تکنولوژی هست که سیگنالی ارسال کنه که روی یک فرد یا گروهی از افراد به طور رندوم اثر بذاره و بیماری مشخص ایجاد کنه. حالا من نمیخوام اسم ببرم. تکنولوژی هایی وجود داره الان تکنولوژی هایی وجود داره، جهان کنترل میشه، هیچی اتفاقی نیست. این تکنولوژی ها واقعی انا، اینا الان هستن، اینا وجود دارن الان. اینا شگفت انگیز، یعنی دیوانه میشه آدم دیگه، فقط همین دیوانه میشه. رو همه چی میشه تاثیر گذاشت دیگه، رو همه چی میشه. مثلا تحقیقات پروفسور سرف رو بخونین که چجوری میشه از خواب و رویای آدم ها تصویر تهیه کرد و این الان به وقوع پیوسته، نه توسط خودش، توسط یه ژاپنی. فقط این نیست، خیلی دیگه هستن. یه اتفاقات خیلی عجیبی داره میفته در سیاره، خیلی خیلی عجیب.